آقا سلام چطورین؟ ما با یه ویدیو دیگه در خدمتتونیم. همونطور که از تایتل و تامنیل ویدیو تا الان متوجه شدین، قراره رو با هم راجع به تغییرات هلوا باس توی ورژن پرایم نسبت به نسخه یوتیوب صحبت کنیم. اگر دقیق خبر ندارید چی شده، خب باید بگم که ویوزی پاپ کارگردان و سازنده اصلی سریالای هزبین هتل و هلوا باس که یه استودیوی ایندی بودن قبلا، بعد چندین سال اومد سر هزبین هتل با سرویس پخشای آمازون پرایم قرارداد بست که نتیجهش هم یه موفقیت بزرگ برای هر دو طرف بود. حالا ویوی جان اومده سریال دیگه‌اش رو که تو یوتیوب ما 2 فصلش رو دیده بودیم خیلی یهو برد پرایم و اینو با یه ویدیو اعلام کرد که یه سری کاراکتر هزبین هم توش بودن و ما مثل یه سری دلقک اول فکر کردیم کراس اوور، خب نبود. از این صحبت ها بگذریم. یه سوالی برامون پیش میاد، اونم اینه که آیا ورژن پرایم با یوتیوب تفاوتی داره؟ در جواب این سوال باید بگم بله. حتی شعر تبلیغاتی IMP که قرار بود آهنگ جینگل باشه که نشون بده ارزونه عوض شده و تبدیلش کردن به یه آهنگ راک که اینطور که به نظر میاد به عنوان اینترو استفاده میشه. ورژن پرایم هلوا عملا شبیه یه نسخه بلوری میمونه و تغییرات بزرگی نداره. صرفا کیفیت انیمیشن بهتر میشه و یه سری ریز جزئیات تغییر کرده، مثل بعضی پوسترهای پشت سر شخصیت‌ها یا مثل قسمت اول ورژن یوتیوب موردر فامیلی که میدی تو ورژن پرایم به سکانسی که زاکسیا چوب زدن ماکسی و بریتس رو نشون میده اضافه شده. اکثر تغییرات همینقدر کوچیکن و خب توجه زیادی رو جلب نمیکنن، ولی در کنارش تغییرات و ایرورهای انیمیشنی زیادی هست که در کنار بالا بردن کیفیت کار واقعا قابل توجهن. یکی از این تغییرات سکانس تماس تلفنی استولوس و بریتس تو قسمت پایلوت یا میشن زیروه. توی این سکانس ما استولوس رو بیشتر میبینیم و دیالوگ طولانی‌تر و چندش‌تره. همچنین لونا هم به این سکانس اضافه شده و کنار بریتس ایستاده تو دفتر. به جای تلفن همراه هم به نظر بریتس از تلفن دفتر که شکل استخونه استفاده میکنه که خب واقعا ایده جالبی بود برای تلفنش. سکانس بعدی که تغییرات زیادی داشته قسمت اول فصل دوم، سکانس دیالوگ محبوب و معروف فندوم I fucked your husband که عملا از انیمیت کردنش چطور بگم همه چیزش تغییر کرده، یعنی هیچیشون قبلیان نیست. از رنگای مورد استفاده بگیر تا زوایایی که استفاده کردن کشیدن، حتی یه بخشیش رو بالکن عملا انگار انیمیت نشده بوده و با یه عکس تکون میخورده که اون اومدن کاملا انیمیت کردن و تغییر دادن. برای مورد بعدی دوباره برمیگردیم به آهنگ. قبل شروعش تو پایلوت بریت میپره توی پورتال که خب اون پورتالش رو خیلی بهتر کردن، یعنی عملا اون انگار اون سکانس قبل پریدن تو پورتال هم مثل اینکه عوض کردن و به وضوح میشه دیدتش. کمی جلوتر هم تو خود آهنگ که ماکسی اشتباهی به یه بچه شلیک میکرد اونم تغییر کرده و الان اشتباهی به زن خیلی رندوم ماشین میزنن و زیرش میگیرن. حالا اینقدر از خوباش گفتیم، بیاین یکم از ارورای انیمیشنیش بگیم. توی سیزن 1 قسمت 7 آزیز وقتی استولاس داره لباس فنسی با کلاسه‌شو میپوشه، اگه یادتون باشه شنلش داخلش یه حالت آسمان شب داشت و توش ستاره بود که توی نسخه پرایم یادشون رفته اضافهش کنن و گرین اسکرین داخل شنلش. اما خب برای اینکه کل اینترنت ترکید با این قضیه هم روز اول و کلی مورد متلک و لیچار قرار گرفتن، این مشکل رو درست کردن و سریع جایگزینش کردن. توی قسمت هاروست فستیوال هم فصل اول کلی ارور انیمیشنی وجود داشت و کیفریما همه به وضوح مشکل داشت، حرکت کاراکترها مشکل داشت، یعنی یارو تکون نمیخورد انگار. توی نسخه پرایم اومدن دهن استوداس رو موقع سخنرانیش درست کردن، ولی خب بعضی چی بگم بقیه رو اصلا هیچ تغییری ندادن، فقط دهن استوداس رو درست کردن. یکی از تغییراتی که حسابی بحث برانگیز شده هم برمیگرده به فصل دوم قسمت 3 اکسزن او. اگر یادتون باشه تو این قسمت بنا بر دلایلی IMP رفتن خونه پدر ماکسی و خونه پر دک پلاستیکی بود که خب سانسور شطرنجی بودن، اما تو نسخه پرایم هیچ کدومش بلور یا هیچ نوع سانسوری ندارن. این فقط مال این قسمت نیست، یعنی هر جایی از سریال شما دک پلاستیکی میدیدین سانسورها رو برداشتن. ویوین پرایم رو فتح کردی، بودجت ترکیده، کیفیت بالا رفته تا ناموس، آخرش بزرگترین دستاورده و دغدغت این بود که دک ها سانسور نداشته باشن. براوو، شاهکار.
جلوی این تغییرات اگر بخوایم منطقی به قضیه نگاه کنیم، این قرارداد با پرایم اصلا چیز بدی نیست. در واقع هم برای ما هم تیم سازنده بهتره، چون هم بودجهشون بیشتره، هم زودتر میتونن هر فصل رو منتشر کنن. مثالش هم هزمین هتل که ما از 2019 منتظر انتشارش بودیم و اگر ویوین با پرایم قرارداد نمیبست مشخص نبود کی میتونیم اصلا ببینیمش. خب دیگه به آخر ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا با همون همراه بودین. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و اگر چیز جدیدی در این باره میدونید حتما با ما به اشتراک بذارید. ویدیو بعدی میبینمتون.